دادگاه حربی گارنیزون دوشنبه سرریاست نیروهای مرزبانی تاجیکستان را موظف کرد که به والدان سرباز معیوب شده شهبال میرزایف حدود 41,000 سومانی ضرر مادی و معنوی پردازد. دادگاه حربی شهر دوشنبه حکم را روز 22 نوامبر پس درهای بسته به حضور خبرنگاران صادر کرد. در مرافعه نمایندگان سرریاست نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی حضور نداشتند و حکم دادگاه را شرح ندادند. من شخصا راضی نیستم که ما طلب کرده بودیم که ضرر معنوی به مبلغ 180,000 سومانی و ضرر مادی 97,000 سومانی، ولی آوردن شکایت رو با خود شهبال میرزایف مصلحت کرده بعد بیگان قرار می آید. ولی در همین حال سرریاست قشون‌های مرزبانی هم در نسبت حکم دادگاه حربی اظهار ناراضگی نمودند و مسئولین این نهاد به رادیو آزادی گفتند که در زودترین فرصت به زینه بالایی دادگاه شکایت خواهند برد. شهبال میرزایف ساکن 23 ساله ناحیه اشت ماه مارس سال 2014 بر اثر علت کوب یک همخدمتش معیوب شد و قضیه او دیگر باره مسئله بدرفتاری در صف نیروهای مسلح تاجیکستان را داغ کرد. طبیبان گفتند استخوان میان و گردن سرباز مجروح شده برای برقراری سلامتی او مدت طولانی لازم می شود. بعد این حادثه شهبال با مساعدت حامیان حقوق ریاست مرزبانی را به دادگاه کشید، چون به گفته او فرماندهان نتوانستند امکان خدمت مناسب را فراهم کنند. پرونده شهبال که هنوز هم بیمار بستری است یکی از پرونده های پرسر و صدا در تاجیکستان به حساب می رود. عثمان علی غیرتوف هم خدمت شهبال را برای معیوب کردن این جوان به بیشتر از 7 سال زندان محکوم کردند، ولی بر طبق قانون عفو حکم زندانش کوتاه شده است.